بعد از هواگیری و ریموو لاک‌ژل از 1/3 اول بستر ناخن مواد گذاری رو شروع می‌کنیم. با فاصله کم از ریشه موادمون رو با غلظت مناسب روی بستر قرار میدیم. اگه ویدیو ریشیو رو ندیدی حتما ببین که غلظت مناسب مواد رو بلد باشی. اول یکم مواد رو فشار میدیم که به ریشه نزدیک‌تر بشه، اما به کوتیکول نچسبه. بعدش آروم قلم رو از انتهای مواد به سمت پایین می‌کشیم و خط مواد رو محو می‌کنیم. حتما یادت باشه که حین این حرکات قلم تو روی دستمال کاغذی بکشی که تمیز بشه. حالا با ضربه های آروم و با انتهای قلم روی مواد میزنی و مواد رو به سمت پایین هدایت میکنی. حواست باشه که مواد رو حتما به کناره های ناخن هدایت کنی و به دیواره ها برسونی. حالا یه توپ کوچیک از مواد رو برمی‌دارم تا اولا از یکسان بودن فشار رو تمامی نقاط ناخن مطمئن بشم. دوما از عقابی شدن ناخن جلوگیری کنم. حالا قلممو برعکس میکنم و مواد رو به سمت بالا هدایت میکنم. دوباره ضربه میزنم تا بتونم مواد رو یکسان پخش کنم و فرم دلخواهمو به ناخن بدم.